امروز قرار در مورد این موضوع حرف بزنیم که چرا داشتن پیج اینستاگرام به نظر من یکی از ملزومات هر شغلیه و یکی از بزرگترین مزایاشو خیلی ها نمیدونن که آخر ویدیو بهتون میگم. ببینید وقتی که میگیم مثلا به هر کسی میگیم پیج اینستاگرام پابلیک بزن، اولین چیزی که به ذهنش میاد اینه که فروش داشته باشه، اگر پیج فروشگاهیه یا آموزشیه یا مثلا یه دوره‌ای چیزی کلاسی اینجور چیزا میاد تو ذهنشون، یا اینکه ذهنش به سمت بلاگری و اینجور چیزا میره و مثلا میگه که اوکی یعنی تبلیغ بگیرم، یعنی راه درآمدم قرار تبلیغ باشه و همه به اون درآمده فکر میکنن. من نمیگم درآمد نداره ها، نه اتفاقا درآمدش هم خوبه، هر چقدر بیشتر بشه فالووراتون بیشتر پیشرفت بکنید کامیونیتیتون بزرگتر بشه خب درآمدش هم بیشتر میشه، ولی یه فایده خیلی 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 بهتر بزرگتر و خوبتری داره و اون ارتباطتون با کسایی که مثل شما توی اون کار هستن بیشتر و بهتر میشه. بیایید در مورد خودم توضیح بدم. اولش که پیج زدم توی اینستاگرام، پیج پابلیک زدم، فقط هدفم این بود که با همسن و سالام ارتباط بگیرم و یه جورایی دوست پیدا بکنم. پیج پابلیکی که زده بودم بیشتر همون دانشجو محور بود. ترم یکی روانشناسی بودم، کارشناسی میخوندم و کرونا بود. در نتیجه خیلی ارتباطم با دوستام کم شده بود و دوست داشتم که با آدمای بیشتر ارتباط بگیرم و پیج پابلیک زدم پست میذاشتم، حالا مثلا از ولی چه چیزی به نفعم شد؟ اون تبلیغا نبود چیزی که به نفعم شد. آدم ها منو شناختن به مرور، هنوز خیلی هاشون نمیشناسن ولی به مرور خیلی ها منو شناختن. الان که در حال حاضر 37 کا فالوور دارم، با خیلی از کسایی که روانشناس هستن و در واقع پیجای پابلیک دارن، کلینیک دارن، یا آدمایی هستن که کارگاه میذارن، دکترای روانشناسی دارن، با خیلی هاشون در ارتباطم، خیلی هاشون رو میشناسم. به سبب همین پیج پابلیک داشتن من یه چالشی گذاشتم، چالش خوندن DSM-5 و حدودا با 10 تا روانشناس کانکت شدم که با هم هر جمعه یا هر هفته مثلا یه جلسه‌ای داشته باشیم و در مورد یکی از مباحث DSM-5 صحبت بکنیم. که خب اینم باز برای من ارتباط آورد. به جز اینها اون چیزی که من از این روانشناس ها یاد گرفتم تا این جلسات هم خیلی مطالب مفید و خوبی بود و من همه اینا رو یه جورایی رایگان به دست آوردم و خب البته رایگان هم در اختیار فالوورام گذاشتم. پس این قضیه ارتباط بیشتر از اون چیزی که فکر کنید روی زندگیتون تاثیر میذاره. یه اتفاق واسه من افتاد حدودا دو سه هفته پیش بود که من با یه پیج کار میکردم، قبلا براشون تعلیق گذاشته بودم و اومدن به من پیشنهاد کاری دادن، از من خواستن که من ادمین سناریو نویسیشون بشم. یعنی پیج پابلیک که شما یه مکانی هستش که شما توانایی های خودتون رو هم میتونید نشون بدید. چه جور توانایی هایی؟ مثل توانایی ادیت، سناریو نویسی، شناختن اینستاگرام، ادمینی و خیلی از مسائل دیگه و یه جورایی پیج اینستاگرام شما مثل نمونه کاری شما میشه و با همین پیج شما میتونه رزومه شما بشه و شما میتونید از طریق نشون دادن پیجتون به افراد دیگه نشون بدید که چقدر به اینستاگرام ادیت یا تولید محتوا وارد هستید و از این طریق میتونید کار کنید. این نکته یکی اصلا خیلی بهش اشاره نشده. حتی یعنی اگر پیجتون در مورد ادیت و تولید محتوا نباشه هم از اینجور موقعیت ها براتون پیش میاد. مثال میزنم، پارسال یه پیج فروش کیف و کفش و لباس و پوشاک توی پیجشون آگهی داده بودن که ادمین تولید محتوا و سناریو نویس میخوان و من بهشون پیام دادم و سابقه‌ام رو، پیشینه کاریم رو، اینکه کیم چیم رو براشون فرستادم. بعد اونا منو دعوت کردن به مصاحبه کاری. من رفتم اونجا و در مورد پیجم، سابقه فعالیتم توضیح دادم و در واقع ویوهای پیجم، مثلا یه ویدیو دارم که 2,800,000 تا ویو خورده یا 1,000,000 ویو خورده، اونا شد در واقع پشتوانه من که حالا اونا منو بهتر ببینن، یعنی بگن که آقا این یه چیزی حالیشه، اوکی این بلده. و در مورد خودم توضیح دادم، گفتم این کار کردم، اون کار کردم، تبلیغ نگرفتم، فلانم بیسارم اینجوری و میگم دیگه اون پیج شما، پیج پابلیک شما، حتی در مورد هر موضوعی هم که باشه، توانایی های شما رو در حوزه اینستاگرام نشون میده. این تا اینجا. حالا بماند که الان جریان رو بخوام تکمیل کنم، انگار دیگه کلا اصلا نگرفتن کسی رو برای ادمینی نگرفتن و کلا مغزشون از اونجا جمع کردن. ولی الانم نمیدونم کجا.
ولی در کل یه حرف واسه گفتن دارید. شما حتی اگر ادمینی بلد باشید، تولید محتوا بلد باشید، یه پیجی نداشته باشید که خودتون رو پرزنت کنید، کارتون رو قبول نخواهند داشت. حتی اگر اونجا شروع به کار هم بکنید، چون شما واقعا درگیر این نشدید که آقا الگوریتم چیه، باید چی کار کرد، چه شکلی ویو گرفت، چجوری تبلیغ داد، وارد این مسائل نشدید، نمیتونید توی پیج اون آدم هم خوب فعالیت بکنید و این مثلا یهو به چالش میافتید، تصمیم میگیرید که برید این کلاس اون کلاس. حالا یک کلاس خوب پیدا بشه که بهتون یاد بده یا نه، هیچ کلاسی بهتر از تجربه کردن نیستش. یعنی رایگانه، فقط وقتتون رو باید بذارید واسش و به مرور یاد میگیرید. من کار کردن با هیچ کدوم از این اپلیکیشن ها، کپکات، اینشات، الایت موشن، اینا رو بلد نبودم، ولی الان خب میتونم. ادیت های مختلف رو یاد گرفتم، ویدیو دیدم، ویدیوهای رایگان پیجای دیگر دیدم و یاد گرفتم. یا مثلا در مورد الگوریتم اینستا، در مورد اینکه اینستاگرام چجوری رشد میکنه، حالا چی باید بذاری، حالا چی مهمه، یه ترکیبی از هوش مصنوعی و پیجای رایگان، آموزش‌های رایگان حتی تو اینستاگرام، یوتیوب یا جاهای دیگر رو ترکیب کردم با تجربه کردن و یاد گرفتم که به مرور باید چی کار کنم و شما هم میتونید یاد بگیرید. اوکی، پس تا اینجا به جز درآمدی که حاصل از تبلیغ یا فروشه، من چند تا نکته خوب دیگه بهتون گفتم در مورد داشتن پیج اینستا، پیج پابلیک، حتی یوتیوب هم میتونه باشه. حالا هنوز انقدر به این پلتفرم وارد نشدم که ببینم چطوره، ولی اینکه ارتباط میسازید، اینکه رشد میکنید، اینکه میتونید راحت توی یه سری کارها وارد بشید و پیج اینستاگرام شما میشه مثل در واقع رزومه شما. پیج اینستاگرام شما میشه رزومه شما. اتفاق بعدی که میفته براتون اینه که پیج شما میشه مثل کارت ویزیت شما. پیج شما میشه کارت ویزیت شما، مخصوصا اگه پیج هایی باشه که لایف استایل و بلاگری و اینجور چیزا باشه. یعنی در نقش اینفلوئنسر و بلاگر باشید و در واقع خودتون باشید که توی اون پیج دارید معرفی میشید، نه حالا محصولاتتون. اگر اینطور پیجی داشته باشید، اون پیج میشه کارت ویزیت شما. چه شکلی؟ یعنی که مثلا میپرسن که به چه کاری مشغول هستی. الان دیگه کار کردن توی پیجای پابلیک و داشتن یک پیج پابلیک یک شغل حساب میشه، یک کار حساب میشه و شما به راحتی میتونید بگید که من پیج پابلیک دارم و در مورد فلان موضوع تولید محتوا میکنم و اونا میرن پیج شما رو میبینن و خب این باعث میشه که شما تو ذهن اون افراد موندگارتر بشید و باز هم امکان این که مثلا موقعیت‌های بهتری در آینده در جهات کاری و غیره براتون فراهم بشه به وجود میاد و خیلی اعتماد به نفس میده به آدم. اینکه شما بدون که نیاز باشه خیلی در مورد خودتون صحبت کنید، با یه کارت ویزیت، یه لینک، یه آیدی اینستاگرام میتونید اون فرد رو به خودتون متصل کنید، وصل کنید. خب یه داستانی که هستش اینه که دیگه الان همه اکثریت میدونن که بالا بردن یه پیج روانشناسی نه، یه پیج پابلیک توی اینستاگرام سخته. یعنی مثلا اگر شما بالای 10k فالوور داشته باشید، بالای 20k فالوور داشته باشید، دیگه همه وقتی پیجتون رو میبینن متوجه میشن که شما زحمت زیادی برای اون پیجتون کشیدین و این اونا رو به این نتیجه میرسونه که شما آدم مصمم، پیگیر و با پشتکاری هستید. پس یک چیز دیگه ای هم که پیج اینستاگرام شما در مورد شما و اون آدم ها نشون میده همین موضوع هستش. مورد بعدی چی هستش؟ گفتم که حالا یه بخش تبلیغات داره، یه بخشی هستش که ارتباطاتتون رو میسازید، یه بخش دیگه هم هستش که مثل کارت ویزیته و میتونید خودتون رو باهاش پرزنت کنید یا میتونید برای خیلی از شغل ها به عنوان رزومه ازش استفاده کنید. مورد بعدی چیه؟ مورد بعدی ارتباط با فالوورهاتونه که خود این قضیه کلی برای شما اومد داره. یعنی چی؟ یعنی مثال میزنم، کارشناسی ارشد هستید، میخواین پایان‌نامه بدید، نیاز دارید که یه عده‌ای برای شما پرسشنامه‌تون رو پر کنن، دارید مقاله می‌نویسید، نیاز به همراهی یه سری آدم دارید، در مورد یه مسئله میخواید صحبت کنید یا هر چیز دیگه ای، اونا هستن که اونجا حرف شما رو بشنون، برای شما اون تست رو پر میکنن بدون منت، چون همشون اگر دنبال کننده شما هستن معمولا از شما و محتوای شما خوششون میاد و برای شما این کار رو انجام میدن. خیلی وقتا خیلی از مشکلاتتون به دست فالووراتون حل میشه و انگار شما یه عالم دوست دارید، یه کامیونیتی بزرگ از دوست ها و آشنایان دارید که حتی ممکنه خیلی از فامیلاتون و دوستای اطرافتون که فیزیکی باهاشون در ارتباط هستید به درد شما بخورن. نمیخوام بگم که مثلا ابزاری به فالوورهاتون نگاه کنید، ولی میگم که اونا به چشم دوست شما رو نگاه میکنن و شما هم میتونید به چشم دوست اونها رو نگاه بکنید. پس فقط جنبه مالیش نیستش که مثلا بگیم که آقا پیج پابلیک زدن باعث میشه که تبلیغ بگیرم، این کار کنم اون کار کنم و اینها و مثلا نونم بره تو روغن. خیلی فایده‌ای دیگه ای هم داره.